إن الله شديد بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان و درود و سلام به پایان به رحمت للعالمین محمد بن عبدالله و بر آل و اصحاب او و عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکی از بینندگان شبکه جهانی وصال حق. دوستان عزیز، در قسمت‌های گذشته این برنامه احکام فقهی در پرتوی احادیث نبوی خدمت شما دوستان عزیز احکام شروط نماز، اینکه در نماز قبل از آغاز کردن بر نماز چه احکام شرط است، این احکام را در روشنایی احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما تقدیم کردم. و در این قسمت درس این قسمت ما قسمت 36 این برنامه در مورد چیزهایی است که نماز را باطل میکنه. چه چیزها سبب میشه که نماز باطل شود؟ اولین چیزی که مورد اتفاق علماست که نماز با واسطه از او باطل میشه او سخن گفتن در نماز است. همه علمای اسلام، همه علمای مسلمان ها و فقهای مذاهب اربعه بر این امر اتفاق دارند که سخن گفتن در نماز را باطل میکند و این امر در احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است. از جمله حدیث است که صحابی جلیل قدر زید بن ارقم از ایشان روایت شده که فرمودند ان كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما در ابتدای عهد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در ابتدای نبوت در نماز سخن میگفتیم، یعنی سخن گفتن در ابتدای اسلام در نماز اشکالی نداشت، روا بود و جایز بود. یکلم احدنا صاحبه بحاجته، یکی از ما با همراه خود، با همدیوال خود، با هم پهلوی خود حسب ضرورتی که می داشت سخن می گفت. اگر ضرورتی پیدا می شد، سوالی پیدا می شد، پرسشی پیدا می شد، اشکالی پیدا می شد، از هم پهلوی خود، از همدیوال خود در وقتی که در نماز می بود پرسان میکرد و این کار در ابتدای اسلام اشکالی نداشت و روا بود. حتی نزلت حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتین، تا اینکه این آیه نازل شد که حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى، شما ای مسلمان ها بر نمازهای خود پایداری و نگهداری نمایید، یعنی نمازهای خود را انجام بدهید. و الصلاة الوسطى و بویژه نماز وسطا، نماز درمیانه که اکثر مفسرین میگن که مراد از این نماز عصر است. و قوموا لله قانتین، شما برای الله متعال استاد شوید در حالتی که سکوت را اختیار میکنید، در حالت خشوع و خضوع و سکوت و نزد الله متعال در نماز استاد شوید. و فامرنا بالسکوت و نهینا عن الکلام، زید بن ارقم رضی الله عنه میفرماید که بعد از نازل شدن این آیات ما امر شدیم به ساکت شدن در نماز، به سکوت در نماز، که در نماز باید سخن نگوییم، باید ساکت باشیم. و نهینا عن الکلام، و از سخن گفتن در هنگام نماز خواندن باز داشته شدیم، منع شدیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما را بعد از نازل شدن این آیات از سخن گفتن در داخل نماز منع کرد و نهی کرد. و این حدیث متفق علیه است، حدیثی است که امام بخاری و امام مسلم او را روایت میکند. و این آیات و کلمه قانت در آیات وارد شده. ابن عربی رحمت الله علیه برای از او معانی متعددی بیان میکند، تقریبا 10 معنا را بیان میکند که به معنای دعا و به معنای خشوع می آید و به معنای عبادت و طاعت و همچنین به معنای سکوت و همچنین به معنای نماز و طول قیام و دوام طاعات. این همه معانی
قنوت است که از جمله معانیش سکوت است که مورد نظر ماست در این حدیث، که این دلالت میکند به اینکه انسان وقتی که در نماز استاد میشه باید ساکت باشه و به هیچ کسی سخن نگوید و سخن گفتن در داخل نماز از جمله مبطلات نماز است که نماز را باطل میکنه. و این حدیث هم دلالت به این میکند که شخصی که اگر در نماز قصداً سخن بگوید و همچنین در حالت سخن بگوید که حکم شرعی را داناست، میداند، عالم به حکم شرعی است، نماز از او باطل می شود به اتفاق تمام علما. و همچنانه که اتفاق علما را در این مورد امام ابن منذر رحمت الله علیه نقل کرده، میگوید که اجمع اهل العلم على ان من تکلم فی صلاته عامدا عالما بطل صلاته. تمام اهل علم به این امر اجماع دارند که شخصی در نماز سخن بگوید در حالی که او قصداً این کار را میکند، یعنی سهوا نیست سخن گفتن از او، و همچنین در حالی که او عالم است، حکم شرعی را میداند، جاهل نیست، نمازش باطل میگردد. و اختلفوا فی کلام الساهی والجاهل. اما شخصی اگر سهوا سخن بگوید در نماز و همچنین شخصی که در حالت جهل و نادانی سخن بگوید، در این مورد علما اختلاف نظر دارند که ما ان شاء الله اختلاف نظر آنها را خدمت شما تقدیم میکنیم. و همچنین امام نووی در شرح مسلم بعد از ذکر این حدیث می فرماید که فيه دلیل علی تحریم جمیع انواع کلام الآدمیین. این حدیث دلالت به این میکند که همه سخنی که مربوط سخنهای مردم میشه، سخنی که دخل و ارتباطی با نماز نداره، در داخل نماز حرام است. وقد اجمع العلماء على ان الكلام فيها عامدا عالما بتحريمه لغير مصلحتها ولغير انقاذها هالك مبطل للصلاة. و تمام علما بر این امر اجماع دارند که اگر شخصی در نماز سخن بگوید در حالی که او قصداً سخن را میگوید، سهوا نیست، و همچنین در حالی که او عالم است، یعنی داناست، به حکم شرعی جاهل نیست، نماز از او باطل میشه، و به شرطی که سخنی از او به غیر مصلحت نماز باشه، چیزی که ارتباط به نماز نداشته باشه، و همچنین سخنی از او به خاطر نجات دادن شخصی هلاک میشدگی نباشه. اما اگر شخصی برای مصلحت نماز سخن میگوید، برای امام فتحه میدهد، و همچنین شخصی به خاطر هلاک شدن یک شخص، نجات دادن یک شخصی از هلاکت سخن میگوید، اشکالی نداره. مثلا شخصی در نماز ایستاد است و شخص نابینایی در راه روان است، پیش روی از او چاه است، اگر این شخص اون را منع نکند، این شخص نابینا در چاه می افتد و می مرد. پس این شخص حق داره که در وقت نماز به یک رقمی این شخص را منع کند، سخن بگوید، یک چیزی بگوید که این شخص نابینا در چاه نافتد یا در آتشی نافتد یا در هلاکتی نافتد. و حدیث دیگری هم در این مورد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده. از جمله حدیثی است که امام مسلم او را از صحابی جلیل القدر معاویه بن الحکم السلمی روایت میکند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم برایشان فرمودند: ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من کلام الناس. در نماز سخنی که مردم در بیرون نماز میگوید، سخن گفتن در داخل نماز حلال نیست، ناجایز است. انما هو التسبیح و التکبیر و قراءة القرآن. نماز نیست مگر جز تسبیح گفتن، پاکی الله را بیان کردن، و تکبیر گفتن، بزرگی الله متعال را بیان کردن، و قرائت قرآن کریم. و سبب این حدیث هم این بوده که در بعضی روایت ها به شکل مطول دراز می آید که معاویه بن الحکم السلمی رضی الله عنه می فرماید که من از این حکم چون خبر نبودم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از نماز، از در داخل نماز از سخن گفتن منو کرده، من در نماز استاد بودم، شخصی عطسه زد و الحمدلله گفت و من در جواب یزو یرحمک الله گفتم، و بعد از اینکه یرحمک الله گفتم مردم طرف من میگه بد سل کردن، فغمزونی بابصارهم، بد طرف من سل کردن. و من سخن خود را ادامه دادم، گفتم که چی شده که شما طرف من بد سل میکنین؟ و بعد از اون مردم دستهای خود را بر آنهای خود زدن تا که مرا بفهمانن که تو دیگه از این بیشتر سخن نگوی. میگه بعد از این من سکوت شدم، بعد از اینکه ساکت شدم نماز خاتمه پیدا کرد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم او را مرا نزد خود خواست و برای من گفت که ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من کلام الناس. در نماز سخنی که مردم در بیرون نماز میگویند در داخل نماز گفتنی از او حلال نیست. لا يصلح یعنی لا يحل،
حلال نیست، درست نیست. انما هو التسبیح و التکبیر و قرائت القرآن. نماز نیست جز مگر تسبیح گفتن، پاکی الله را بیان کردن و بزرگی الله را بیان کردن و خواندن قرآن کریم، قرائت قرآن کریم. و این صحابه جلیل قدر معاویه بن الحکم سلمی میفرمایند که فما رأی بأبی و امی، پدر مادرم قربان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، فدای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، ما رأیت معلما قبله ولا بعده احسن تعلیما منه. من هیچ معلمی قبل از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و بعد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بهتر و خوبتر از او ندیدم. فوالله ما کهرنی ولا شتمنی، قسم به الله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه من را به من پیشانی ترشی کرد، که هرنی یعنی به من پیشانی ترشی کرد، ولا شتمنی و نه من را دشنام داد، بلکه به من با بهترین الفاظ و بهترین اسلوب و با پیشانی واز برای من تعلیم داد که در نماز سخن گفتن درست نیست. و این سخن گفتن در ابتدا بود. الان بعد از نازل شدن این آیه مبارکه دیگر سخن گفتن در نماز درست نیست. وقتی که در نماز استاد میشی جز تکبیر و تسبیح الله متعال و جز قرائت قرآن کریم باید چیزی دیگری نبوده باشد. پس این حدیث اولا دلالت بر این میکند که جواب عطسه دادن در نماز درست نیست و جمله مبطلات نماز هم سخن گفتن در نماز است و هم جواب عطسه دادن، و جواب عطسه دادن جمله کلام مردم است، سخنان مردم است و شامل تسبیح و تکبیر و قرائت قرآن کریم نیست. لذا از جمله مبطلات نماز سخن گفتن و همچنین جواب عاطس را، کسی که عطسه میزنه جواب از او را به یرحمک الله دادن، این هم از جمله مبطلات نماز است. و این حدیث هم شامل تمام نمازها میشه، هم نمازهای نفلی و هم نمازهای فرضی، چون عام است و در این تخصیصی نآمده. و همچنین حدیث دلالت به این میکند که اگر شخصی سهوا در حالت جهلن، در حالت نادانی سخن گفت، نمازی از او باطل نیست، چون معاویه بن حکم رضی الله عنه در حالت نادانی، در حالت جهالت، در حالتی که از حکم شرعی خبر نداشت سخن گفت در نماز، پیغمبر صلی الله علیه و آله را با بهترین الفاظ فهماند، اما امر به اعاده نماز نکرد که تو برو دوباره نماز خود را اعاده کن. لذا جمهور علمای مذاهب ثلاثه، مذهب امام مالک و امام شافعی و امام احمد و دیگر علما و همچنین از صحابه ابن مسعود و ابن عباس و ابن زبیر و رضی الله عنهم و از تابعین امام عروه و امام عطا و امام حسن بصری و امام قتاده و دیگران بنا به این حدیث دلیل گرفتن که اگر شخصی در حالت نادانی و همچنین در حالت سهوا در نماز سخن بگوید، نماز از او باطل نمیشه و نمازش درست است. اما در حالت عمدن و در حالت قصدی گفتم که همه علما اتفاق دارن که نماز از او باطل میشه. و اما علمای مذهب احناف، مذهب حنفی رحمت الله علیهم و علمای دیگری، بعضی از صحابه و بعضی از تابعین، رأیشان این است که این حکم عام است. اگر انسان در حالت سهوا سخن گفت و همچنین در حالت قصدن و یا در حالت دانایی و یا در حالت نادانی، در هر حالت نماز از او باطل میشه. و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم شاید این شخص را امر کرده باشه، اما در حدیث امر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ذکر نشده. و احادیثی که در این مورد آمده، حدیث زید بن ارقم که قبلا خدمتتون عرض کردیم و احادیث دیگری عام است، با عمومی احادیث عمل میشه و عمومی احادیث دلالت به این میکنه که در هر صورت نماز انسان باطل میشه وقتی که انسان در حدیث در نماز سخن بگوید. اما جمهور علما بنا به این حدیث و بنا به حدیث ذوالیدین که حدیث مشهوری است که برای پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود که قصرت الصلاه ام سهیت، رسول اکرم صلی الله علیه و آله آیا نماز قصر شده یا تو سهو کردی؟ وقتی که نماز 4 رکعتی رسول اکرم هم 2 رکعت خواندن و این پیامبر صلی الله علیه و آله خسته نماز خود را تکمیل کردن و سخن این ذوالیدین را اعتبار ندادن، یعنی دوباره ذوالیدین را به اعاده نماز امر نکردن. لذا این هم دلالت به این میکنه که در حالت سهوی و در حالت نادانی
اشکالی نداره و نماز باطل نمیشه. و همچنین حدیث دیگری که امام ابن ماجه و ابن حبان روایت میکنه که رفع عن امتی الخطأ و النسیان. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که خطا، چیزهای سهوی و چیزهایی که در حالت نسیان انجام میشه این از امت من مرفوع است و امت من با واسطه چیزهای سهوی و با واسطه اعمال اخطاء گرفتار نمیشوند و مؤاخذه نمیشوند. و بنابراین جمهور علما رأیشان است که اگر در حالت سهوا و یا در حالت نادانی انسان در نماز سخن میگوید نمازش باطل نیست و نمازش درست است. اما در حالت عمدن همه علما به این اتفاق دارن که سخن عمدی و سخنی که در حالت دانایی بوده باشه نماز را باطل میکنه. و بعد از دیدن یک برنامه کوتاه دوباره خدمت شما دوستان عزیز هستم با بیان احکام دیگری در این مورد با ما باشید. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند فرزندانتان را بر 3 خصلت تربیت نمایید: محبت پیامبرتان و محبت خاندانش و تلاوت قرآن، چرا که حافظان قرآن در روزی که هیچ سایه‌ای جز سایه او تعالی نیست با پیامبران و برگزیدگان الله در زیر سایه عرش الهی قرار می‌گیرند. نحيا ونرشف من شذا. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیز هستم. در قسمت اولی برنامه خدمت شما احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را تقدیم کردم که از جمله مبطلات نماز این است که انسان در نماز به طور عمدی، قصدی و به طور عالمانه و در حالی که حکم شرعی را میداند سخن بگوید نماز از او باطل میشه. اما اگر انسان ضرورت به سخن گفتن پیدا کرد در نماز، میخواست که امام خود را متوجه اشتباهش بکنه یا میخواست که یا ضرورت دیگری پیدا شد شخصی را بفهمانه که او در نماز است، باید چی بکنه؟ این مشکل را هم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با بیان احادیثی به ما حل نمودند که اگر برای انسان در نماز مشکلی پیش میشه، ضرورت پیدا میکنه که او سخن بگوید، باید سخن نگوید، با او را به طریقه دیگری حل کند. و او این است که اگر شخص نمازخوان مرد باشد باید تسبیح بگوید، سبحان الله بگوید. اگر میخواهد که امام خود را متوجه بکند که اشتباه کرده، سبحان الله بگوید. اگر پشت امام استاد است، امام در رکعت دوم قعده نمی کند و بعد از سجده به قیام استاد میشد، میخواد که امام خود را متوجه کند که قعده از او مانده، سبحان الله باید بگید. یا شخصی میآید طرق الباب میکند، دروازه از او را میزند، باید برای از او بفهماند که در نماز است، منتظر باشد، سبحان الله میگوید. یا شخصی که میخواد که متوجه کند که این شخص در نماز است و از پیش روی از او تیر نشود، باید چی بگوید؟ سبحان الله بگوید اگر مرد باشد. اما اگر زن باشد، برای از او امری پیش میشد، مشکلی پیش میشد در نماز، او برای از او سنت است که تصفیق میکند. تصفیق به این معنی که پنجه های دست راست خود را بالای دست چپ خود میزند که از او صدا برآید و نفر دیگر متوجه شود که این شخص در نماز است. این امر در احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده. از جمله احادیث است که متفق علیه است. حدیث متفق علیه که امام بخاری و امام مسلم را روایت میکند و با روایت های متعددی آمده.
در روایتی آمده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند من نابه شیء فی صلاته فلیسبح، کسی که در نماز برش یک مشکلی پیش میشه، یک عرضه‌ای پیش میشه، باید تسبیح بگوید. فانما التصفیق للنساء، تصفیق زدن پنجه ها بر بالای دست های برای زن هاست. یعنی اگر زن باشد، خانم باشد، باید با توسط تصفیق جانب مقابل متوجه کنه که در نماز است، و اگر مرد باشه به گفتن سبحان الله. و در روایت دیگری میاد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا نابکم امر فی الصلاة فلیسبح الرجال ولیسفح النساء، وقتی که در نماز بر شما مشکلی پیش میشه، عارضه‌ای پیش میشه، فلیسبح الرجال، مردها باید به خاطر رفع این مشکل تسبیح بگویند، ولیسفح الرجال، و زنها خانمها به خاطر رفع این مشکل تسبیح نمایند. تسبیح گفتن که تسبیح و تصفیق به یک معناست که زدن پنجه های دست راست بر بالای دست چپ. و همچنین حدیث دیگری، روایت دیگری از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر فرمودند التسبیح للرجال و التصفیق للنساء فی الصلاة، در نماز برای مردها اجازه است که تسبیح بگویند به خاطر رفع مشکل خود، و برای زنها اجازه است که تصفیق نمایند به خاطر رفع مشکل خود. و از جمله اموری که در نماز درست است و مبطل نماز نیست و این است که اگر شخصی عطسه میزند و الحمدلله میگوید، و گفتن الحمدلله مبطل نماز نیست و در نمازش اشکالی پیدا نمیکند، بخلاف جواب دادن از او به یرحمک الله. اگر شخص دیگری جواب داد به یرحمک الله، نماز از او باطل میشد. اما اگر شخصی عطسه زننده الحمدلله گفت، اشکالی ندارد، چون پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماید که انما الصلاة انما هی التسبیح، نماز تسبیح است و الحمدلله تسبیح الله متعال است، لذا گفتن الحمدلله در نماز اشکالی نداره. و این مطلب را هم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثی بیان کردند که حدیث از صحابی جلیل قدر رفاعة بن رافع روایت شده که ایشان فرمودند که ما در پشت پیغمبر خدا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز خواندم و عطسه زدم، و بعد از زدن گفتم که الحمدلله حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا و یرضى. این دعا را خواندم و بعد از اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود سلام دادند، یک بار سوال کردند که این شخص این کلمات را گفت کی بود؟ حضرت رفاعة بن رافع فرمودند که ما خوف کردم، یعنی ما جواب ندادم که ما بودم. بار دوم هم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سوال کردند و باز هم ما سکوت را اختیار کردم، و بار سوم وقتی که پرسان کردند که گوینده این کلمات کی بود، حضرت رفاعة بن رافع فرمودند که من بودم یا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، یا رسول الله من بودم. پیغمبر خدا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند والذی نفسی بیده لقد ابتدرها بضع و 30 ملکا ایهم یسعد بها، قسم به او ذاتی که نفس من جان من در دستی از اوست، وقتی که تو این کلمات را گفتی من دیدم که 30 چند ملائکه آمدند تا که این کلمات را با خود ببرند و بالا کنند. و این حدیث را هم امام نسائی و امام ترمذی روایت میکند و دلیل بیان میکند که کسی که در نماز عطسه میزند و الحمدلله میگوید یا الحمدلله حمدا کثیرا طیبا مبارکا، این کلمات را میگوید، این اشکالی نداره و نماز از او باطل نمیشود. و همچنین از جمله چیزهایی که نماز را باطل نمیکند این است که گریان کردن در نماز از خوف و ترس الله متعال. کسی که اگر در نماز با شنیدن آیات قرآن کریم گریان میکند، با خواندن آیات قرآن کریم گریان میکند، با تذکر قبر و مرگ و روز محشر گریان میکند، با یاد آوردن جنت و حور عین گریانی از او میآید، و یا با یاد آوردن جهنم و عذاب و این چیزها گریانی از او در نماز میآید، این گریان بر نماز تأثیری ندارد و نمازش صحیح است، چون در آیه در وصف پیغمبرها وقتی که در سوره مریم آیه 58 الله متعال وصف پیغمبرهای متعددی را بیان میکند. در وصف از آنها میفرماید که و اذا تتلی علیهم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا. این پیغمبرها از جمله اوصاف آنها
ویژگی های از آنها این بود که وقتی که به آنها آیات الله متعال تلاوت می شد در مقابل از او سجده کنان می افتادند در حالی که گریه هم می کردند. و این مطلب هم در احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده، روایت شده. از جمله حدیثی است که صحابی تابعی مطرف بن عبدالله بن شخیر روایت میکنه که مطرف خودشان تابعی است و پدرشان عبدالله بن شخیر صحابی است. روایت میکنند که پدرم که عبدالله بن شخیر است گفت، یعنی عبدالله بن شخیر که صحابی است به پسر خود مطرف میگوید رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم یصلی و فی صدره ازیر کازیر المرجل من البکاء. من رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را دیدم که نماز میخواندند در حالی که در سینه‌شان مانندی که دیگ در حالت جوش خوردن باشد صدای میکشد، مانندی صدای دیگ در حالت جوش خوردن از سینه مبارک ایشان گریان، صدای گریان بیرون میشد. وقتی که دیگ در داخل دیگ چیزی بوده باشد جوش میخورد، در اثر جوش خوردن از او صدای میبرید. این صحابه جلیل قدر میگوید که من رسول اکرم پشت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز خواندم و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را دیدم که در وقت نماز، در وقت خواندن قرآن کریم در نماز از سینه مبارک ایشان گریان بیرون میشد، مثل صدای دیگ که در وقت جوش خوردن از او صدای بیرون میشه. همین قسم یک صدا از سینه مبارک ایشان در اثر گریان بیرون میشد. این حدیث را اصحاب سنن اربعه و همچنین امام احمد و همچنین امام حاکم و ابن حبان روایت میکنند و بعضی ها از جمله امام ابن حبان و امام حاکم حکم به صحت این حدیث میکند و از جمله احادیث دیگری که دلالت به این امر میکند حدیثی است که ابن منذر روایت میکند که ان عمر صلی صلاة الصبح و قرأ سورة یوسف، که حضرت عمر بن الخطاب خلیفه دومی مسلمان ها یکی از روزها در نماز صبح پیش نماز بودند و سوره یوسف را تلاوت کردند در نماز حتی بلغ الى قوله انما اشکو بثی و حزنی الى الله، تا اینکه به این آیه رسیدند که انما اشکو بثی و حزنی الى الله فسمع نشیجه. وقتی که این آیه را تلاوت کردند حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه فسمع نشیجه، گریان ایشان آمد تا که مردم صدای گریان آنها را شنیدند. و این هم دلالت به این میکند که اگر انسان به خاطر خوف الله متعال، به خاطر تذکر جنت و نار، به خاطر شنیدن آیات قرآن کریم در نماز گریانش میآید، چه امام باشه چه مقتدی باشه اشکالی نداره و گریان کردن در داخل نماز به خاطر خوف الله متعال نماز را باطل نمیکند. اما اگر گریان در داخل نماز به خاطر امور دیگری بوده باشد، یک چیزی از امور دنیا یادش میآید گریان میکنه، بازو نماز باطل میشه. اما به خاطر شنیدن قرآن کریم، به خاطر خوف الله متعال اشکار نداره و نماز را باطل نمیکنه. در آخر مسئله اخیری که به این موضوع تعلق میگیره و این است که گفتیم که اگر شخصی مشکلی برش پیش میشه، به اتفاق علما اگر مرد باشه باید مشکل خود را با گفتن سبحان الله حل بکنه و اگر زن باشه با تصفیق، با زدن پنجه های دست راست در بالای دست چپ مشکل خود را حل بکنه. اما اگر شخصی این کار را نکرد، به جای تسبیح گفتن تنحنح کرد، تنحنح کشیدن آواز از گلون کردن، اگر با این مشکل خود را حل کرد، اگر شخصی بخواد که شخص دیگر را متوجه کنه که در نماز است، به جای سبحان الله تنحنح کرد، آوازی از گلون خود بیرون کرد، آیا این درست است یا نیست؟ عده از علما از جمله امام شافعی و امام ابو یوسف قاضی ابو یوسف از جمله اصحاب امام حنیفه رأیشان این است که این کار هم درست است و اشکالی نداره، چون حدیثی از امام علی بن ابی طالب خلیفه چهارم مسلمان ها روایت شده است که ایشان فرمودند کان لی من رسول الله صلی الله علیه و سلم مدخلان، من دو وقتی بود که خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در خانه ایشان می آمدم، یعنی هر روز دو بار من خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حاضر می شدم و در خانه ایشان می آمدم. فکنت اذا اتیته و هو یصلی تنحن علی، و هنگامی که من می آمدم اگر ایشان در نماز می بودن برای من تنحنح می کردن، آوازی از گلون مبارکشان بیرون می کردن، یعنی اگر من طرق الباب می کردن به خاطر از اینکه مرا بفهمن که من در نماز هستم، ایشان تنحنح می کردن. و این حدیث را امام احمد و امام نسائی و ابن ماجه روایت می کند و بعضی علما به این حدیث دلیل گرفتن، گفتن که اگر شخصی تسبیح سبحان الله نگفت تنحنح کرد و این هم اشکالی نداره، نمازش فاسد نمیشه.
اما عده از علما از جمله امام ابو حنیفه و امام محمد شیبانی رأیشان این است که اگر با یک کلمه با یک حرف باشه فقط اشکال نداره، اما اگر یک حرف زیاد شد، 2 حرف 3 حرف شد، باز و اشکال داره، نماز را فاسد میکنه. و اما حدیث امام علی رضی الله عنه گفتن حدیث ضعیف است و در این اضطراب است، و یا اینکه شاید قبل از نازل شدن آیه‌ای که مردم را از سخن گفتن در نماز منع کرد، این قبل از منسوخ شدن سخن گفتن در نماز شاید این حدیث بوده باشد، و بعد از اینکه با نازل شدن آیه‌ای که حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطى و قوموا لله قانتین که مردم از سخن گفتن در نماز منع شدن و سخن گفتن در نماز نسخ شد، دیگر این حدیث هم قبل از او بوده و بعد از او این حدیث به این حدیث عمل نمیشه و این حدیث هم منسوخ است. به هر حال چیزی که متفق علیه است بین علما و این است که اگر شخصی که مشکل در نماز پیش میشه و یا امام خود را میخواد متوجه کنه، اگر مرد باشه باید سبحان الله بگوید و اگر زن باشد باید تصفیق بکند. و در اینجا دوستان عزیز این برنامه ما خاتمه می‌یابد و با تا قسمت آینده با شما خداحافظی میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.